یه ایرانی به نام هوشنگ از خاطراتش تعریف می‌کرد. وقتی که از آمریکا به سمت محل اقامتم در کانادا حرکت می‌کردم، سر مرز گذرنامه‌مو به پلیس مرزی کانادا که خانم زیبایی به نام ژاکلین بود نشون دادم. ایشون محل تولدمو که دید گفت ایران؟ گفتم بله. گفت چه جور جاییه؟ گفتم جای خوبیه. گفت از کی کانادا زندگی می‌کنی؟ گفتم حدود 10 سالی میشه. گفت آخرین باری که ایرانو دیدی کی بود؟ گفتم 3 سال پیش. به هم نگاه کرد و گفت کدومو بیشتر دوست داری، ایران یا کانادا؟ گفتم تفاوت این دوتا مثل تفاوت همسر و مادره. همسر رو انتخاب میکنیم، از زیباییش لذت میبریم و عاشقش میشیم. خونه و خونواده ایجاد میکنیم و در آسایش زندگی میکنیم، اما خب نمیتونه جای مادر رو بگیره. درسته که من مادرمو انتخاب نکردم، اما فقط بغل اون آروم و راحت گریه میکنم. اون خانم زیبا از من خوشش اومد و همون سالم با هم ازدواج کردیم و به ایران اومدیم و الان که شما این پستو میبینیم ما تو ایران زندگی میکنیم. و ژاکلین قصه سر چهارراه لیف حموم و سیم ظرفشویی میفروشه و همیشه میگه توف تو قبر مادرت هوشنگ.